شناسنامه‌تو برداشتی؟ مطمئنی میخوای بزنی به نام من؟ چرا اینقدر استرس داری؟ آخه میترسم دعوا را بیفته، خون به پا بشه تو خونه. چه خونی به پا بشه؟ چه دعوایی بشه؟ آقا اصلا مالمه، اختیارشو دارم. دلم میخواد بدمش به شما. بیا. آخه پسر بیشتر ارث میبره. مگه وقتی وضع مالیم بد بود تو دختر من نبودی؟ چند زحمت خونه منو کشیدی؟ بابا تو از پسران برای من دلسوزتر بودی. آخه بابا آدم واسه گرفتن حقش آخه نمیاره. ببین عزیزم، من نمیتونم تصور کنم که پسرم و زن و بچه‌ش تو رفاه و آسایش باشن، اون وقت دخترم هیچ پشتی نداشته باشه. من حرف بقیه رو چیکار کنم؟ حرف بقیه؟ تا وقتی من زنده‌ام غلط میکنه هر کسی بخواد حرفی بهت بزنه. وقتی هم که نیستم اگر کسی چیزی گفت میگی همون جوری که توی نداریامون تقسیم میکردیم حالا هم داراییامون داریم تقسیم میکنیم. تموم. حالا بیا بریم.